السلام علیکم دولای عزیز، التماس به سوال من جواب گردانید. وقتی که من به یگان کس میگویم نماز خوان یا زنا نکن، عرق نخور، میگوید که هر یک کار بر رضایت خدا میشود. خدا راضی شد من زنا کردم. میگوید نمیشود که من هم زنا کنم، عرق خورم. با راضیگی خدا هست. التماس با بابای حاجی درباره قضا میگویند یگان مسئله گپ زنید. البته لاهوری میگوید خدا رحمت کند، ولی در بین ما و شما همین گپا هست که عرق می نوشد، زنا میکند، بعد میگوید که خیلی خدا راضی بوده است. نه، خدا در کاری بد ما و شما راضی نیست. خداوند هیچ وقت راضی نیست که بنده او زناکار باشد. خدا هیچ وقت راضی نیست که بنده او بی نماز باشد. بلکه لاهوری میگوید که بنده های ضعیف خدا با همین سخن تکیه میکنند، میگویند که خیر رضاگی خدا بوده است، بلکه رضاگی خدا نیست. خدا رحمت کند مولوی را من یک چند سطرهای را به شما میخوانم در باب تقدیر. چی سخن زیبا گفتند: دو راه پیش ده بندن نهاده، به دستت اختیاری جوز داده. خدا در پیش تو دو راه را مانده است، یکی راه بد، یکی راه خوب، و تو را اختیار گذاشته است کدام راه را که انتخاب بکنی. عقل او به همین پیش مسجد ما و شما میگذرد. آیا خدا راضی نیست که مثل شما داخل مسجد شود نماز خواند؟ راضی است. او وسواس شیطان است. او را شیطان نمیگذارد که نماز خواند. او را شیطان نمیگذارد که آمده مثل ما و شما عبادت کند، بلکه او وسواسهای شیطان است که زناکار می شود، عرق خور می شود. این راضیگی خدا نیست. اگر جنت روی رو در راه راست، به چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. حضرت گفتن این راه راست، این راه چپ. چپش دوزخ، راستش بهشت. اگر چپش میگیری دوزخ میری، راستش میگیری چیکار میکنی؟ وارد جنت میشوی. زیراه نیکو بد ایزید خبر داد، تو را عقل و خرد هوش بصر داد. خداوند همه را به تو خبر داده است. همه عبادت ها و همه منهیات و همه مشروعات به تو خبر دادگی است. کدام کار درست، کدام کار نادرست، همش خبر داد. و تو را عقل داد خدا. تو را عقلت میگیرد زنا میکنی، عقلت میگیرد عرق می نوشی، عقلت میگیرد مثال قماربازی میکنی. چرا عقلت نمیگیرد نماز بخوانی؟ خدا را جو، خدا را جو، خدا را بگو ذکر و بمان چون و چرا را. حضرت میگوید خدا را جستجو کن، خدا را جستجو کن، بگذار این چون و چرا را. چرا ایت شد، چرا ای خیل شد؟ این رازگی خداست، ایش رازگی خداست، این نه ایت نیست. تو را خداوند عقل داده است، خودت باید اختیار کنی کدام را راه ثواب است، کدام را راه خطا است. سوال های خیلی زیاد. السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی. از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت از قناعتمند می شویم. داملا، من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم یاردم کرده بود. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چی هست و من چی رفتار کردم؟ یعنی یک برادر از کسی سوم یاردم کرده است و بعدا منتش میکند که یعنی تو با سوم من بود که مثال روزگار تا پیش بردی و شرایط تا خوب کردی. گفته این برادر خیلی مانده شده است از حساب منت همون آدم. برای همین این آدم چیکار کرده است؟ رفته است از جای باز سوم یافته است و برده آن مقدار سومی که همون یاردم کرده بود همون مقدار پس گردانده داده است. آیا کاری من درست است یا غلط؟ گفته از ما سوال کردن. انشاءالله این در جواب خیلی پره در اینجا موجود بود. مادامی که وقت نیست، خدا خواسته باشد اگر جمعه آینده وقت شود اینجا 4 سوال دیگه باقی مانده است، اینها را هم جواب میگوییم و بعدا آن محبت صحابه ها و پیغمبر چگونه محبت داشتند انشاءالله اون هم به سمع شما میرسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم از برای دیدن آیات قدرت است.
چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشناسد کسی کوروکر است، بلکه از آن هم فروتر است. یک جایه با شما دعا میکنیم که پروردگارا اولا عمر همه شما را دراز بگرداند و تمام خوشبختی های زندگی را نصیب همه شما خداوند بگرداند. چگونه ای که زنده ها احتیاج به دعا دارند، گذشتگان ما و شما هم امروز محتاج شنیدن دعا را دارند. خدای مهربان گذشتگان این جمعیت را رحمت و مغفرت بگردانی. مسافرهایی که از ما و شما امروز در مملکت‌های دوردست غریب هستند، بیچاره هستند، خدایا سفرهای آنها را با برار و بی خطر بگردانی، صحت و سلامت به نزد پدر و مادرشان برسانی. و خدایا بیماری هایی که آنها هم میل نماز جمعه خواندن دارند لکن امروز در بالای بستر خواب هستند، قوت آمدن ندارند، پروردگارا درد خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدایا آنها را شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و خدایا فرزندهایی که امروز در خاندان داریم، جهد البلای کثرت العیال مع قلت شی گفتن پیغمبر. فریاد کردن بلا این فرزند زیاد داشتن است، همراهی نبودن اشیاء زندگی. خدایا این فرزندها را در دنیا و در آخرت برای ما شفاعت کننده بگردانی. خدایا از بلای فرزندها، از آفت فرزندها، از گریبان فرزند، از گریبان پدر داشتن در روز قیامت، خدایا از این فرزندها پناه طلب میکنیم. و آرامی را پروردگارا در روی جهان علی خصوص در این تاجیکستان ما برقرار و بردوام نگه بدار. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال: من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدانة. ابو هریره به همه ما و شما شناس است، یکی از صحابه های جان فدا در اسلام ما و شماست، خدمتگار پیغمبر خداست که 4 سال خدمت پیغمبر خدا را کردند. این حضرت میگوید از زبان شیرین پیغمبر خدا شنیدم که میگفت، چی میگفت؟ هر وقتایی که روز جمعه فرا رسد و امتان من در این روز غسل کنند. چگونه غسل؟ غسل الجنابت، مثل غسل جنابت اگر امتان من انجام دهند. یعنی روز جمعه وقتی که شد، چگونه ای که ابو سعید خدری هم راوی حدیث پیغمبر است، غسل الجمعه واجب علی کل محتلم. محتلم گفته ای البالغ، واجب گفته واجب الاختیار است. یعنی روز جمعه سنت است گفتند که هر یک امت پیغمبر باید که غسل کند. مقصد از غسل جنابت این است که خیلی پاکیزه بدنهاتان شما شسته کنید،
غسل این آبازی را میگیم ما و شما. بعد از آن چیکار کند؟ بعد از آن اولین شخص شده اگر به جمعه بیاید، یعنی پیش از آنی که مکافات اولین شخص را برای شما بیان کنم، فراموش نکنید که پیغمبر خدا در حدیث‌های خیلی زیادش برای تازگی، برای شستن بدن به ما و شما تأکیدات خیلی زیاد دارد. علل خصوص در روز جمعه، وقتی روز جمعه شد شما میتونین که حمام خانه را، حمام اون عمومیه که تمام موی سفید جوانها بدنها را لوچ میکنن، آبازی میکنن و یک منظره شرمندگی در اونجا برقرار میکنن، در اون منظره نی. زیرا که شما در این روز نه جمعه را صاحب میشین ثواب شد، زیرا که شما فرض از فرضهای خدا را ترک میسازید، یعنی ترک سطر عورت میکنید. خانه در حمام گرم کنید و صابونها و دندان شویک هایی که هست پیش از جمعه اینها را استفاده کنید. وقتی شما اینها را استفاده میکنید، بعد استفاده بهترین لباس های خود در بر کنید و از روغنی های خوشبویی که در خانه دارین در بدنهاتون، در لباسهاتون استفاده کنید و بعدا به سوی نماز جمعه بیایید. الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. پیغمبر خدا گفتند باید بدن امت من هیچگاه بوی نداشته باشد. مقصد از بوی بد، هیچگاه بوی عرق بدن در بدن امت من باید وجود نداشته باشد. هیچگاه امت من باید بدن ناشسته نداشته باشد. وقتی بدن امت من بوی میکند، وقتی پهلوی این امت من رفیقی که نشسته است آزار میبیند، پیغمبر گفتند ملائکه ها آزار میبینند از آن چیزی که آزار میبیند فرزند آدم. وقتی فرزند آدم هم که از بوی غلیظ تو ناراحت شد، گمان کن، تصور کن که ملائکه‌ای که تو داری وای هم از تو نفرت دارد. رسول اکرم گفتند النظافة من الایمان، پاکی از ایمان است. شما وقتی به جمعه می آیین، از همه شما خواهش، پدر هستی، برادر هستی، به لباس ها بسیار توجه خوب بده. علال خصوص همین نزدیکی دو روز پیش در یک مسجد نماز عصر خواندیم. وقتی ما پایافزالای خود خواستیم در جای پایافزال بگذاریم، باور کنین مسافه قریب 2 متر به سوی پاپوشی ها رفته نمی شود از دسته بوره که همون پاپوشی ها بی نهایت بوی میکنن. چگونه امر فرزند مسلمان در پای خود میکشد؟ آیا وای همون بوره حس نمیکند؟ باز به همون جورابهای بویناک آمده بالای جای نماز می ایستد، نماز می خواند. و فی ثیاب البذلة، عباره مختصره میگه در لباس هایی که بویناک هستند، چرکین هستند، نماز نخوانید که نمازتان ثواب ندارد. آدم مسلمان باید تازه باشد، پاکیزه باشد. وقتی شما بدنها را پاکیزه کردین، تازه کردین، پیغمبر خدا را از فضیلت روز جمعه به شما خبر میدهد. بعداً دوان به سوی مسجد حرکت کردی که تا که آدم اول باشم، یعنی بر وقت به نماز جمعه می آیی. رسول الله گفتن فکأنما قرب بدنة، تو مکافات تو در روز جمعه همچنان است که یک اشتر را در راه خدا تو ذبح کرده باشی، قربانی کرده باشی. یک اشتر قیمتش شاید که $500 باشد، $400 باشد. تو در یک ساعتی که بر وقت می آیی به جمعه و کار خودت ترک میکنی، در نزد خدا در روز جمعه الله که تو صاحب یک قربانی اشتر میگردی. و من راح فی ساعت الثانیه، پیغمبر گفتند
اگر مبادایی که آدم اول نشد و آدم دویم شد، فکأنما قرب بقرة، همچنان از پیغمبر خدا گفتند که یک گاو را در راه خدا قربانی کرده است. و من راح فی الساعة الثالثة، دویم آدم هم دیراب نکردی، سیوم آدم شدی. رسول اکرم گفتند فکأنما قرب کبشا اقرنه، همچنان است که یک قشقار را در راه خدا قربانی کرده است. و من راح فی الساعة الرابعة، اگر سیوم آدم هم نشدی، چهارم آدم آمدی، همچنان از پیغمبر خدا گفتند که فکأنما قرب دجاجة، تو یک مرغ را در راه خدا قربانی کردی. و من راح فی ساعت الخامسة، اگر پنجم آدم تو در جماعت اشتراک کردی، فکأنما قرب بیضة، پیغمبر گفتند همچنان است که تو یک تخم را در راه خدا قربانی کردی. فاذا خرج الامام علی المنبر، پیغمبر گفتند وقتی امام شما آمد، داملای شما آمد، بالای منبر برآمد، حضرت الملائکه یستمعون الذکر، آنها نویساندن ثواب میپوشانند و به داملا گوش میاندازند که داملا چی میگوید. خوش به حال آن برادرانی که در روز جمعه حرکت میکنند که بر وقتتر به نماز جمعه بیایند، نمیستند که 5 دقیقه یا 10 دقیقه به نماز به انجام امر معروف بماند و بعد من در نماز جمعه اشتراک کنم. این حالت از ثواب این قربانی ها و از ثواب امر معروف اون انسان محروم میگردد. خوش به حال آن برادرانی که چه از راههای نزدیک و چه از راههای دور برای خواندن نماز جمعه بیقرار میشوند، برای شنیدن امر معروف بیقرار میشوند، حرکت میکنند، به سوی جمعه میآیند. انشاءالله اینها در گروه همون آدمهای صادق و آدمهای نجات یافتگی در روز قیامت قائم میگردند. البته این موضوع فضیلت جمعه هم خیلی موضوع کلانی هست. امروز آخران جمعه ما از سوال و جواب می شود، زیرا خیلی زیاد سوال هایی بود که من بسیاری آنها را نخواندم، زیرا که بسیاری آنها با یکدیگر تشبیه بودند، مانند بودند. و امروز خدا خواسته باشد این سوال هایی که در پیش من از جواب می گوییم و جمعه دیگر خدا خواسته باشد محبت صحابه ها را به پیغمبر به شما حکایت میکنیم که آیا صحابه های پیغمبر و پیغمبر ما و شما چگونه محبت داشتند، چگونه اسلام دفاع کردند، چگونه قرآن دفاع کردند. انشاءالله به سمع شما میرسانیم. السلام علیکم حضرت داملا، یک سوال دارم. سلمان فارس چگونه اسلام را قبول کرد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. این حدیث بخاری است، حدیث صحیح بخاری است که پیغمبر خدا وقتی که آیت جمعه فرامد که راوی این حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا گفتند که در سیوم آیت جمعه معنای آیت این است که ای اهل اصحاب، باز بعداً شخصانی زیاده، قومهای زیاده باز در اسلام داخل می شوند. یک مردی گفت پیغمبر خدا این کدام قوم است که باز در اسلام داخل می شوند؟ پیغمبر خدا در پهلویش سلمان فارس نشسته بود، سلمان ما و شما. رسول اکرم دست در شانه سلمان گذاشت و گفت همان قومی که من خبر می دهم از قوم همین فارس هاست. اگر علم ایمان در ثریا گفته چقدر ستاره دور است، اگر این قدر دور که باشد هر آینه این علم را پایان میارد این مردم اهل فارس. پیغمبر خدا گفتند. خوش به حال مردم ما و شما. پیغمبر خدا در حدیث ها می آید که با زبان فارسی ما و شما شوربا هم گفتند.
وقتی از سلمان فارس پرسیدند که شما همین خوراک چی میگویید؟ گفتند شوربا میگوییم. پیغمبر شوربا گفتند با لفظ شیرینی خودش. همین سلمان پدرشان زردشت بود، خودشان آتش پرست بودند. من مختصرا این قصه را برای این برادر میرسانم زیرا قصه زیاد میگیرد. و پدرش بسیار آدم مالدار بود، بسیار مالدار و زمیندار بود و سلمان را چنان دوست می داشت، چنان دوست می داشت، می گفت که از تمام آن زمین و دولتی که دارم سلمان برای من تو نیکوتر هستی، تو محبوب تر هستی. باره می گوید این پدر سلمان و سلمان فرمود که من امروز از زمینهای خود خبر گرفته نمی توانم، به سر زمینهای من رو از حال زمینهای من خبر بگیر، لیکن از تو التماس سلمان بر وقتتر برگرد، زیرا دیر آمدن تو در من طاقت ندارم. وقتی میگد این سلمان از خانه بیرون شد، در راه میگد با یک خانه، با زبان امروزه ما و شما بگیم یک کلیسا میگیم، یعنی جای نصرانی ها عبادت میکنن، در همون کلیسا رو پرو شد، نگاه کرد که مردم نصرانی عبادت دارد. در حال داخل همون خانه شد و عبادت نصرانی ها بلای سلمان بسیار خوب آمد. تا فرو رفتن آفتاب همراه نصرانی ها عبادت کرد. وقتی بیگاه شد میگد نزد پدر آمد. پدر خیلی ملامتش کرد، چرا تو دیر کردی؟ گفت امروز من در یک خانه نشستم که نصرانی ها عبادت میکردند و بسیار از عبادت اونها خوشنود شدم. پدر جان گفت از این دین آتش پرستی ما دیده دین اونها حق تر است و دین اونها شیرین تر است. پدرش گفت نه، گفت در دین اونها هیچ خوبی ندارد، هیچ ثوابی ندارد. هرچند که میگد سلمان از دین نصرانی بر نمیگشت. و ناگاه پدرش کار کرد، سلمان در خانه محکم کرد، دیگر نگذاشت که از خانه بیرون شود، زیرا میفهمید که وی این خانه را ترک میکند و از پی دین نصرانی میشود. لکن سلمان که در دلش محبت همون دین نصرانی که داخل شده بود، با کاروان همون مردم اصفهان در اصفهان زندگی میکرد. یعنی تولدش از اصفهان است، اصفهان ایران. با آنها فرمان داد که اگر شما وقتی که به طرف مردم شام حرکت کنین، وی پرسیده بود از اون خانه که ریشه شما در کجاست، عالم های شما در کجاست. آنها خبر داده بودند که در ملک شام، یعنی در دولت سوریه، همون حکومت ما، عالم های زیادی ما اونجا چکار میکنن؟ عبادت میکنن. از این خاطر سلمان همراه کاروان به شام سفر کرد، از خانه پدر خود یعنی راه گریز اختیار کرد و رفت اونجا، پرسان کرد که اینجا عالم با قوت ترین در کجاست. با او خبر دادن فلان کس عالم با قوت ترین ایمان است. وی در خانه وی رفت، میگد عبادت میکرد. بسیار سلمان حکایت میکند که این مرد میگد بی نهایت مرد ناخوب بود. مردم میگد صدقه می آوردن، طلا می آوردن که با فقرا و مساکین تقسیم کند، لکن این میگد این مرد همه اونها را در زمین گور میکرد و به کسی نمیداد. وقتی این مرد میگه از دنیا گذشت، مردم آمدن غمگین شدن. من با اونها خبر دادم که غمگین نشوید که این مرد ناخوب است. آن خیر احسانی که شما دادید همه اونها را پنهان کردگی هستند. وقتی مردم گفتن دلیل داری، وقتی رفت زمین میگه کن و طلا و نقره را نشان داد. این مردم به خلاصه آمدن که این پیشوای خودشان به دار بکشن و سنگسار کنن و همچنان میگه معامله بر او کردن. و بعد اون میگه یک نفر دیگر در همون ملک شام میگه بسیار عالمی نصرانی با قوت بود، پیش او رفتم، بسیار آدمی خوب بود، در او کس شاگرد ایستادم. وقتی وفاتش نزدیک شد، باز از او توصیه گرفتم به دیگر انسان. همچنان یک سلسله چندین آدم نصرانی ده سلمان فارس شاگرد ایستادند. یعنی دین نصرانی که دین باطله بود با همین دین پیروی میکرد. و ناگاه میگد آخران بار میگد با یک نفر رو پرو شدم، یک موی سفید خیلی نصرانی بود و بر من خبر داد که دیگر به کسی شاگرد نشو، میتوانی که به سوی مملکت عرب روی. در کتاب انجیل خبر آمده است که در همین زمانهای نزدیک یک شخص میبراید که 3 نشانه دارد. نشانه اولش همین است که صدقه را نمیخورد.
مال دویم نشانش همین است که مال هدیه را میخرد و سوم نشانش همین است که بین دو شانه او لا اله الا الله محمد رسول الله زدگی هست. حضرت سلمان از زبان این پیر خود وقتی این سخن شنیدند میگوید گاو داشتم، گوسفند داشتم، رهسپار به سوی همین مملکت عرب شدم. و بر من میگد همون پیرم خبر داده بود که این مرد، این عرب در بین دو کوه سیاه از سنگ و بینش باغهای خیلی خرما دارد، انا همونجا چکار میکند؟ هجرت میکند. تو در همونجا میتوانی که با این شخص یعنی با محمد رو پرو شوی و با او ایمان بیار. وقتی میگوید در راه آمدیم با بنی کلب گفتگی یک قبیله رو پرو شدم و گاو مال با آنها دادم که مرا به ملکی همان گفته استادم برد. اونها مرا فریب دادن و با یک نفر فروختند و این مرد میگد مرا در راه عذاب و شکنجه میداد. بناگاه آورد میگه به یک موضعی که نگاه میکنم دو پلوش همین کوه سیاس و بینش یعنی باغزار خیلی از خرما زیاد است. در دلم گذرانیدم که انا همین موضع همون موضع است. یک چند مدت با این خوجین خود خدمت میکردم. بناگاه میگد روز بالای خرما میچیندم که یک آوازه شد که یک مرد آمده است، یک مرد از مکه مکرمه به مدینه هجرت کرده است که نام او محمد است و بسیار انسانی خاکسار و مهربان است. با شنیدن این سخن میگد چنان بود که قریب از بالای خرما بر زمین زنم. دوان میگد در بالا یک طبق کمی خرما گرفتم و نزد او رفتم. پیشنهاد کردم و گفتم تو محمد هستی؟ گفت بله من محمد هستم. گفتم این صدقه هست، من برای شما آوردم. من برای سنجش گفت سلمان پیشنهاد کردم که استاد من گفته بود که محمد نشانش همین است که صدقه را نمیخورد. وقتی میگد پیشنهاد کردم گرفت کاسه را در دست صحابه ها داد، گفت شما تناول کنین که صدقه برای من جایز نیست. صحابه ها میگه خوردن، من به دل گذرانیدم که این یکم نشانه وی است. دویم بار باز میگد از پیش او غایب شدم، باز خرمای آوردم و گفتم محمد این هدیه هست. وقتی رسول الله هدیه را شنیدن در حال خود تناول کردن و صحابه ها را دادن. در دل گذرانیدم که این همان محمد است. روز میگه جنازه بود، برای سیوم نشانه او را دیدن که مهر نبوت بود. میگه جنازه بود، پیغمبر خدا بین صحابه نشسته بود. وقتی من وارد معرکه شدم رسول اکرم 100% دانستند که من مهر نبوت را میکوام و بالای سر پیغمبر دور میگشتم. مادامی که یک لطه پیغمبر میگه ریداش که بالای همون مهر پرتافته بود، برای من دیدن همون مهر بسیار مشکل بود. پیغمبر خدا که پیخست شدن میگه ریدا را از بالای گردنشان گرفتن. من از پس پشت پیغمبر بودم. وقتی مهر دیدم که نویسنده شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، یک بار خودم بالای مهر پرتافتم و او را بوسه میکردم و میلیسیدم. پیغمبر خدا گفتم بس است سلمان، بس است، تو نائل شدی. سلمان از پیش گشتند و کلمه عرضه کردن مسلمان شدند. این یک مختصرا حیات حضرت سلمان است. السلام علیکم داملای عزیز، آیا در سلام السلام علیکم میگویی یا سلام علیکم؟ یعنی برادر سوال کرده است که آیا السلام علیکم گوییم یا سلام علیکم گوییم؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان عبدالله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر؟ پیغمبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام گفتن همین است که اولا طعام بر اهل مسکین ها دهی و دویم اینکه سلام دهی بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. کسی را میشناسی نمیشناسی برای تو فرقی ندارد، باید که تو السلام علیکم بر او کس چکار کنی؟ روانه کنی. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال 10. یک مرد آمد پیش پیغمبر خدا و گفت السلام علیکم.
بعد از آن پیغمبر جواب دادند و علیکم السلام و اون مرد نشست. پیغمبر گفت 10 بر تو. ثم جاء آخر، بعد از آن یک مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله، یک رحمت الله زیاد کرد. فرد علیه فجلس فقال 20. پیغمبر خدا گفتن نشین برادر، گفتن جواب سلام بر او دادن و گفتن بر تو 20 بار. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرد علیه فجلس فقال 30. پیغمبر گفتن 30 بر تو بار. یک مرد آمد گفت السلام علیکم، پیغمبر گفت این 10 ثواب گرفت. مرد دیگر آمد السلام علیکم و رحمت الله گفت، پیغمبر گفت این 20 ثواب گرفت. شخص سوم آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پیغمبر گفت این 30 ثواب نائل شد. بهترین سلام همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا رحمت و درود و برکات در حق جان تو گفته. با یک برادر وقتی سلام میکنیم این ما و شما 30 ثواب چکار میکنیم؟ نائل میگردیم. لیکن سلام علیکمش این اونقدر یعنی مشروع نشده است. بهترینش همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ما و شما سلام خیلی زیاده، یعنی ثواب خیلی زیاده نائل میگردیم. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. پیغمبر گفتند بهترین شما شخصی است که اول سلام دهد. کسی که اول سلام میدهد این معنای او را دارد که این انسان کبر خودش شکستگی است. یعنی بسیاری آدمی هست که میایستد که تا که او را سلام دهند. یک پیغمبر گفتند بهترین شما همان کسی است که باید که اولا سلام دهد. خواه خرد باشد، خواه کلان، خواه وظیفه دارد، خواه بی پول است، خواه با پول است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابتدا کنیم. انشاءالله ما و شما ثوابی زیاد بگیریم. 10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، زیرا خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کس میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. با ذکر مشغول باشید. 4 نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس با وی سلام ندهد. کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است، با وی هم سلام دادن جایز نیست. 6 کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست. با وقتی خانه‌داری، یعنی یک آدم کتاب آورده است، یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهکار می شود. با وقتی بول و براز، یعنی آدم وقتی در حاجت خانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجت خانه درآید وی را در حاجت خانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهکار است. 10 با وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهکار میشود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کدام یا دست میگیره سلام میکنه. این سلام جایز نیست. وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است، همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که با پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریقه سلام. السلام علیکم دامنای محترم، آیا در یگان کتاب خبر افیون آمده است؟ افیون در قرآن، افیون حرام است. انما الخمر، خدا در قرآن میگوید خمر حرام است. الخمر ما خامر العقل، یعنی چیزی که عقل آدم اگر میپوشاند، کسی عقلی، یعنی چیزی که عقل آدم میپوشاند، چه افیون باشد،
چی ناس باشد، چی سیگاریتش باشد، چی عرقش باشد، چی گرئینش باشد، چیزی که عقل آدم میپشاند، این چی است؟ این خمر است خودش، این افیون است. در کتاب خلاصه، فتوای خلاصه مشکات، آسانترینش همین است که آدم در وقت مردن کلمه شهادت فراموش می شود. بین از این در ضرر کلان هست دیگر.